وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با حضور 3 نهاد مهم، وزارت رشد اقتصاد، کمیته‌های سرمایه‌گذاری و رشد سیاحی، امکانات و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان را برای کورپس‌های دیپلماتی و نهادهای بین‌المللی معرفی کرد. اسمت الله نصرالدین، معاون اول وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، هدف از این نشست را تلاش‌های تاجیکستان برای جلب بیشتر سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور عنوان کرد. من از کشورهای دوست و برادر و شریکان رشد دعوت به عمل می‌آورم که در عملی سازی نقشه‌ها و استراتژی‌های سازنده تاجیکستان همکاری روزافزون داشته باشند. خورشید قادر، معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان، در دهگانه کشورهای سرمایه‌گذاری اصلی به اقتصاد تاجیکستان در 10 سال گذشته قزاقستان، چین، روسیه، لوکزامبورگ، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، آلمان، ترکیه و ازبکستان را نام برد. در سال 2023 به جمهوری 2.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردیده است که این نسبت به همین دوره سال 2022 در حجم 113.6 میلیون دلار و یا 4.4% افزایش یافته است. در همین حال به گفته اهل‌دین نوردین زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، حجم سرمایه‌گذاری‌های دولتی به طرح‌های فعال خیلی بیشتر از واردات سرمایه خارجی به اقتصاد کشور بوده است. مجموعی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عملکننده به حالت 1 январи سال 24 از 85 عدد عبارت بوده. مبلغ عمومی آنها 49.3 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. در حالی که مقامات از روند رو به افزایش جلب سرمایه خارجی صحبت می‌کنند، اقتصاددانها آن را برای رشد اقتصادی تاجیکستان ناکافی می‌دانند. 3 سبب اساسی پست بودنی فضای سرمایه‌گذاری وجود دارد. نکن این یکی از موجود نبودن کفالت‌ها برای سرمایه‌گذاران، امتیازها برای سرمایه‌گذار پیشنهاد نکردن. دیوم موجود نبودن قوه برق، یعنی قوه برق دائمی، و سوم موجود بودن المنت‌های کارپسیونی فساد. تاجیکستان سالهای آخر برای جلب سرمایه تلاش‌های فراوانی می‌کند و در منبرهای گوناگون جهانی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به اقتصاد را به نمایش می‌گذارد. اما به قول کارشناسان، موقع جغرافی مشکل برای بارکشانی، نبود استقلال دادگاهی، بازار خرد با قابلیت سوسی خریداری، مانع‌های جدی دیگری برای جلب سرمایه قابل ملاحظه خارجی است.